امروز چنانه که همگان آگاهی دارین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم ولی رحمان پیام نوبتی خود را به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند و در تمام سمت‌های اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان تحلیل پررای بررسی کردند و به همگان معلوم شد که جناب عالی نسبت تمام طبقه های جامعه نسبتاً سخنهای نیک گفتند و سال به سال ما همچون مدیر حفظ اجتماعی همین گفتنیم که سال به سال نسبت غمخوری های جناب عالی برای زیاد کردن معاش نفقه‌ای معیوبان طبقه های نیازمند اهالی و حفظ اجتماعی به نهایت سخنان نیک گفتند و از سال روان سال 2024 طبق معلومات سردار دولت به این طبقه های اهالی معاش خدمتیشان از 40% زیاد می شود که این باعث روبلندی تمام مردم شرفمند تاجیکستان و از جمله معیوبان و شخصان نیازمند می باشد و همچنین در پیام نوبتی وابسته به زیاد کردن معاش وظیفوی کارمندان خدمت دولتی کارمندان معارف فرهنگ از ماه ایولی سال 2024 زیاد کرده می شود 40% و از ماه ینوری سال 2024 معاش کارمندان حفظ حقوق زیاد کرده می شود و این ما را وادار می سازد که همچون شهروندان و همچون پیروان اساسی پیشوای معظم ملت در کدام جاده که نباشیم صاف دلانه صادقانه و چنانه که جناب عالی تاکید داشتند صاف دلانه به خلق ملت و وطن خود خدمت کرده باشیم و از جمله جناب عالی نسبت به غمخوری نسبت به زنان و دختران بانوان جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند و همه ما را وادار می‌سازد که برای مادر و پدر و خواهر مادران خود همه وقت در خدمت باشیم و سهم خود را برای آینده جامعه برای پیشرفت این دولت بیشتر گذاشته باشیم.